سلام به همه عزیزان، صبح همگی بخیر. این نوشیدنی که من الان میخوام درست کنم برای کبد چرب و چربی خون بسیار عالیه. من یک مدتی استفاده میکنم، نتیجهش خیلی خوب بوده، خواستم با شما هم شیر کنم. یک سر قاشق زنجبیل میریزیم، تقریبا یک سر قاشق هم زردچوبه، همون اندازه دارچین و بعد آب جوش میریزیم و کاملا هم میزنیم. این رو صبح ناشتا به جای چای اگر استفاده کنیم بسیار عالیه و خیلی تأثیر خوبی میذاره روی چربی و کبد چرب. امیدوارم که شما هم استفاده کنین و نتیجه بگیرید. ممنون و متشکر. به امید دیدار.